من متخصص مغز و اعصاب میگرن رو چطور تشخیص میدم؟ با نوار مغز، با نقشه مغز، MRI، CT اسکن، سونوی مغز، هیچ کدوم، فقط شرح حال و معاینه. بارها شده بیمار به من میگه که دکتر یک نوار مغز بگیر ببینم میگرن دارم، ببینم مغزم سالمه. اگر نوار مغز به جز سرکارایی دیگری داشت، اگر میتونست سلامت مغز رو چک کنه، ما نورولوژیستا هر روز اول مغز خودمون رو باش چک میکردیم، بعدم استوریش میکردیم، میگفتیم ببین این نقشه امروز مغز منه، ببین چه مغزی دارم. میگرن چیزی نیست که توی هیچ تست مغزی مشخص بشه و هر کدوم از این تست ها برای منظور دیگری استفاده میشند. بله، زمانی که ما حسب شرح حال و معاینه به تشخیص های جز میگرن هم فکر کنیم، اون وقت فقط یک MRI درخواست میدیم که سالم بودن MRI خیالمون رو راحت کنه که فقط میگرن داره فرد. اونم از هر 50 تا بیمار واسه یکی پیش بیاد. پس وقتی که به من مراجعه می‌فرمایید لطفاً تقاضای نوار و نقشه و سونوی مغز نفرمایید.